سلام، خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز اومدم بیشتر در مورد کتاب مستأجر وایفلد هال باتون صحبت بکنم. کتاب رو چند روزی میشه که تموم کردم، ولی منتظر یک فرصت مناسبی بودم که بیام و این ویدیو رو بگیرم. در رابطه با کتاب باید بگم که کتاب خوبی بود واقعا و در من کشش ایجاد کرد. کتاب واقعا خوبی بود. اینکه شما از چه ترجمه هم این کتاب ها رو میخونید به نظرم خیلی مهمه. فقط خوندنش مهم نیست، یک بخشی خوندن است برای خود من و به نظرم بر هر کسی که داره کتاب میخونه و حالا اونایی که دارن حرفه‌ای میخونن و منم دوست دارم که حرفه‌ای بشم و تازه دارم شروع میکنم، اینه که ترجمه خیلی اهمیت داره اینجا. حالا من با ترجمه رضایی خوندم از نشر نی و قشنگ بود و تونست مثلا اون ادبیات و لحنش در من کشش ایجاد کنه برای ادامه خوندن، ولی انتشارات و ترجمه دیگر رو نمیدونم و منم فعلا همین رو پیشنهاد میکنم بهتون اگر که میخواد شروع کنید و بخونید. ولی اینکه از کدوم کتاب خواهران برونته میخواین استفاده کنید یعنی شروع کنید بخوندن، این دیگه سلیقه خودتونه. به نظرم من با آن شروع کردم. میرم سراغ امیلی برونته و کتاب بلندی‌های بادگیر رو شروع میکنم بخوندن. چرا میخوام و تنها کتابی هم هستش که از امیلی وجود داره، به خاطر اینکه در سن کمی فوت میکنه امیلی برونته. این کتاب بلندی‌های بادگیر رو چرا میخوام زودتر بخونمش؟ حالا ازش خیلی فیلم اومده بیرون و به نظرم کتاب خوبیه و کتابیه که برای فیلم ساختن انگار به ذائقه‌شون خیلی خوب میاد که انقدر فیلم ساختن و الان هم در حال فیلم برداری بلندی‌های بادگیر هستن با بازی مارگو رابی و یادم رفت اسمشو، جیکوب الوردی هستش، که اینجوری هم که امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد. البته اول باید کتابشو بخونم، اون فیلمایی هم که ساخته شده ببینم و بعدش وقتی که این فیلم اومد بیرون اینم ببینم و بعد بیام ویدیوشو بسازم که هم کتابشو با هم دربارش حرف بزنیم، هم فیلمایی که ساخته شده رو دربارشون صحبت بکنیم و ببینیم که چی جوریه. همین. بعدش هم بریم سراغ این که فیلم چطور بود. بعدش بریم سراغ این که اوکی فیلمشو که دیدی، فیلمش چطور بود؟ خب فیلمش 3 قسمت بود، یعنی سریال 3 قسمتی بود. خب و برام جالب بود که 3 قسمت ساخته شده به دلیل اینکه خب کتاب 3 تا بخش داشت، انگار برای هر بخشی یه قسمتی ساخته بودن. اینش جالب بود. چیزی که خورد تو ذوقم و احساس کردم کتاب خیلی قوی تر از این حرفاست و من احساس میکنم که کتاب ها خیلی قوی تر در میان تا فیلماشون. البته باید ببینیم که کی کارگردانیش میکنه، کیا بازیش میکنن و اینا هم مهمه که فیلم نامش مثلا چقدر میتونه قویش کنه. در هر حال دیدمش و یک سری از صحنه ها که کلا حذف شده بود با اینکه خیلی مهمه. یعنی شما اگر بخواید فیلم رو بفهمید باید کتاب رو بخونید، چون بدون کتاب خوندن فیلم رو دیدن انگار که فیلمش خیلی بی سر و ته و بی معنیه، انقدر کات های مختلف داره و یک سری از جاهای کتاب رو کلا عوض کردن و تغییرش دادن. به هر حال خوب بود. انتخاب بازیگراش به نظرم خوب بود، یعنی تا یه حد خوبی باش کنار اومدم و گفتم که خوبه. در کل که کتاب قشنگی بود. مرسی که دیدین این ویدیو رو، امیدوارم که دوست داشته باشید. منم سعی میکنم که حرفه‌ای تر بشم توی این توضیحاتم، خوب پیش برم. خیلی بهتر از منن توی این راه کتاب و کتاب خوندن، ولی منم سعیمو میکنم که توی این مسیر بهترین خودم بذارم. مرسی که این ویدیو رو دیدید از من. امیدوارم که دوست داشته باشید. فعلا